سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه و به یه ولاگ دیگه با من خیلی خوش اومدین. امروز شنبه است و من خیلی کار دارم. حالا علاوه بر اون کاری که همیشه دارم و روتینن و همیشه انجام میدم، 3 ویدیو باید ادیت کنم که یکیشونو باید بسازم و ادیت کنم و انقدر زمان بره و انقدر کار میبره که من یه هفته است باید اون انجام بدم، ولی هی پشت گوش میندازم میگم باشه واسه فردا، باشه واسه فردا، ولی امروز دیگه باید انجامش بدم، آماده بشه برای آپلود. حالا یا شب بزنم آپلود یا فردا صبح. و باید یه فکری به حال اینترنت خونه بکنم، به خاطر اینکه این شرکتی که دارم ازش اینترنت میگیرم افتضاحه، خیلی مزخرفه، سرعتم انقدر افتضاحه که برای آپلودام مجبورم از اینترنت خطم استفاده کنم. بعد خب خودم مگه هم هزینه اینترنت خونه رو بدم، هم هی بسته اینترنت بگیرم، هزینه اضافه است دیگه. و پشتیبانیشون هم خیلی ضعیفه. میخوام از این مودمای نمیدونم بهشون میگن مودم جی بی یا میگن وای مکس، هیچی دربارشون اطلاعات ندارم. میدونم که مثلا وای مکس همون مودم جی بیه یا 2 مقوله جدان. بعد فقط ایرانسله که این خدمات رو ارائه میده یا شرکت های دیگه ای هم هستن. مثلا تو تهران کدومشون بهتره، پشتیبانی کدومشون بهتره، خدمات کدومشون بهتره، یعنی هیچی نمیدونم. شما اگه میدونین بهم بگین، کمکم کنین، چون میگم خودم هیچی دربارش نمیدونم. فقط یه اسم وای مکس رو شنیدم و مودم جی بی. بعد برم سرچ کنم ببینم که چجوریه. ولی اگه شما هم تجربه‌ای دارین لطفاً بهم بگین که تجربه شما چیه، کدومشون بهتره، چون واقعا با این اینترنت خونه من نمیتونم ادامه بدم. و دیگه این که توی ویدیوهای قبلی با هم دیگه رفتیم برای تولد مامانم هدیه گرفتیم، ولی من یادم افتاد که اصلا به شما نشون ندادم و متوجه نشدین که من چی گرفتم برای مامانم. به خاطر اینکه همونطوری که داشتم توی راه رو میرفتم و ویدیو میگرفتم، یه آقایی از پشت داشت میومد، گفتش که درست نیست داری ویدیو میگیری ها. گفتم خب اوکی باشه، من این قسمت از ویدیو که مغازه شما توشه رو در میارم تو ادیت. بعد برایش گفتش که نه اشکالی نداره، ولی درست نیست داری ویدیو میگیری. و من جوبم بالاخره اشکالی نداره یا درست نیست. و دیگه رفت تو مغازه و ادامه پیدا نکرد صحبتمون. و خب من در بردم دیگه، تو ادیت مغازه اون آقا رو نذاشتم. در صورتی که مثلا من با نستاده بودم از ویترین اونا فقط ویدیو بگیرم، داشتم تو راه رو حرکت میکردم و همینطوری ویدیو میگرفتم دیگه. هم مغازه اونا بود، هم اونی که مغازه بغلیه بود، هم مغازه این بریه بود. ولی خب ذهنمو مشغول کرد که بالاخره درست نیست که دارم اینطوری ویدیو میگیرم یا مشکلی نیست. به خاطر همین دیگه ویدیو نگرفتم و موقعی که رفتم هدیه مامانم بگیرم دیگه گوشیم تو جیبم بود، تو کیفم بود. این نیم ست رو گرفتم که به نظر خودم جلوه خیلی قشنگی رو پوست مامانم داره. کلا رنگ زرد و طلایی روی پوست مامانم جلوه خیلی قشنگی داره، به خاطر همین اینو گرفتم. و این که اینو من چند وقت پیش دیده بودم، ولی چون خب یه تایمی مونده بود تا تولد مامانم، گفتم که الان نگیرم، یه کم دیگه مثلا جاهای دیگر هم نگاه کنم، اگه مثلا چیز خوبی پیدا نکردم میام اینو میخرم. و هر جا میرفتم توی این مدت حواسم به این قضیه بود و با چشمان عقابی نگاه میکردم، ولی هیچ کدومشون مثل این به دلم ننشست و اینو گرفتم. الان میخوام برم بهش بدم، چون که فردا تولدشه و فردا با دوستاشون میخوام برن دوره همی و گفتم که اینو امروز بهش بدم، شاید فردا بخواد استفاده کنه ازش و امروز بدم بهتره. بعد یه پالتوی چیزم، یه پالتو هم براش سفارش دادم که اونو از یه آنلاین شاپ سفارش دادم که بعد از ترکیه وارد کنه. و تو ویدیو قبلی هم گفتم حالا دستم نمیرسه و به خاطر همین گفتم تو روز تولدش چیزی بهش بدم دیگه. حالا کی قراره برسه اون پالتوه من نمیدونم. همین دیگه. هوام ابریه، الان ساعت 11:42 است، ولی من رینگ لایت روشن کردم، انقدر تاریکه. امیدوارم که
عصر یا بارون نیاد، یا اگه میخواد بارون بیاد در حد بارون همون ویدیو قبلی باشه، یه نمه بزنه که من بتونم برم بیرون. یکی از دوستان بهم پیام داد، گفتش که امروز شاید بتونه اوکی کنه که بتونیم همون ببینیم. خیلی وقت همون ندیدیم و دلم براش خیلی تنگ شده. دوست دارم برم پیشش با هم دیگه گپ بزنیم و وقت بگذرونیم و اینا، ولی قطعی نیست برنامهش. گفت شاید کنسل بشه. ولی خب حالا اگر همون کنسل کنه من پیاده روی رو میرم، چون 3-4 روز پیاده روی نرفتم. دلم برای پیاده روی و پادکست گوش دادن تنگ شده و همین دیگه. برم کارم انجام بدم. اول از اون 2 ویدیو شروع کنم که گفتم خیلی کار ندارن، اونا رو تیکشون رو بزنم، بعد برم سراغ قول مرحله آخر، اونم انجام بدم تموم بشه. آره برم کار کنم. آماده شم که با دوستم برم بیرون. بعد گفتم که حالا که میخوام بعد از مدت ها آرایش کنم، بیام بشینم جلو دوربین، هم آرایش کنم هم با هم دیگه یکم گپ بزنیم. بعد هوا بیرون خیلی سرده، گفتم که اینو میپوشم با یه پافر. بعد این موهامم الان یه جوری میبینم خودم و یاد چیز میفتم مهناز افشار توی نهنگ عنبر، جوری فکلی میشم اینجوری. ولی حالا آماده شم که بریم. نمیدونم آخرین بار کی آرایش کردم، فکر کنم 5-6 ماه پیش بود. امیدوارم از دانش میکاپم چیزی کم نشده باشه تو این 5-6 ماه. حالا نگه قبلش خیلی دانش داشتم. فقط یادمه توی همون ویدیوهای اول کانال یه بار اومدم گفتم که میز آرایش باید بگیرم و خیلی ضایع است که الان توی کتابخونه دارم آرایش میکنم. بعد الان که میخواستم بشینم آرایش کنم و ویدیو بگیرم، دیدم که اونور در میز آرایش نور خیلی بده. حالا همینجوریش به خاطر هوای ابری تاریک هستش. بعد حالا اونور هم پشت به نورم، همین که منبع نور نزدیکم نیست، برای رینگ لایت بذارم و اوضاع با رینگ لایت خیلی بد میشه. و هیچی دیگه، الان اومدم پشت میز کارم دارم آرایش میکنم. میز آرایش اونجاست ولی پشت میز کارم آرایش میکنم. ولی حالا راجع به یه قضیه میخوام صحبت کنم که این روزا، یعنی از وقتی که کانالو ساختم خیلی دارم راجبش کامنت میگیرم. راجع به صدام. قبلا که کانال نداشتم خیلی دوستان میگفتن بهم که صدات خوبه، برو تست بده برای صدا پیشگی. مخصوصا حالا اون موقع که دانشجو بودم، یه بار یه خاطره تعریف کردم برای دوستان و توی اون خاطره من یه تیکش رو با صدای بچگونه یه شعری خوندم. بعد یکی از دوستان گفتش که ندا بیا تو با صدای بچگونه شعر بخون و صدا تو من رکورد میکنم، بعد واسه بقیه که نشنیدن صدا تو میذاریم، عمرن هیچ کدوم نمیفهمن که یه بزرگسال داره شعر بچگونه میخونه. بعد من خیلی توی سر کار گذاشتن آدما چی میگن حرفه‌ای نیستم و راستش خوشم هم نمیاد، بدم میاد از این که یه نفر رو بخوای بذاری سر کار. ولی این دوستم نه، این دوستم حرفه‌ای این کاره و گفتم اوکی پس حالا که اصرار میکنی همه یه چیزاش با تو، مسئولیتش با تو، اگر سوالی چیزی پرسیدن خودت جواب بده. گفتش که اصلا این صدا رو که میذاریم من میگم از فک و فامیلای خودمه، تو نمیخواد چیزی بگی. و گفتم باشه. این کاری کردیم. من شعر آقا پلیسه رو خوندم و عروسک قشنگ من قرمز پوشیده و این دوستم گذاشت و راست میگفت هیچ کس نمیفهمید که بزرگسال داره میخونه. و اون موقع پسر خانم شوکت حجت، صدا پیشه کاراکتر ایشیزاکی توی فوتبالیستا و حالا کلی کاراکتر دیگه، همکلاسی یکی از دوستان بود و تو دانشگاه خودمون بود.
حالا منم چند بار با اون دوستم رفته بودم سر کلاسشون، منو به قیافه میشناخت که مثلا من دوست صمیمی یکی از همکلاسیاشم و اینا، ولی هیچ وقت با هم دیگه حرف نزده بودیم. دوستم گفتش که آقا بیا برو تست بده، بعد اینم مثلا میشه معرفت، حالا اگرم نخواد پارتی بازی کنه حداقل میتونه راهنماییت کنه که از کجا شروع کنی. منتها من خجالتی تر از اونم که بخوام جلوی غریبه ها با صدای بچگونه حرف بزنم یا شعر بخونم و اینا. دیگه اونام اصرار کردن و اینا، دیدن من جواب نمیدم، من اهل این نیستم که بخوام برم تست بدم و خجالت میکشم و اینا، دیگه بیخیال شدم. تا گذشت و رسیدیم به عصر تلگرام و اینستاگرام و دوستای مجازی که من پیدا کردم که اصلا تو شهرهای دیگه‌ن، ولی خب با هم دیگه چت میکنیم، وایس چت میکنیم و اینا. من برای اینا که وایس میفرستم خیلی پیش اومده که به من گفتن ندا صدات مثلا برای پادکست درست کردن خیلی خوبه، یا برای قصه گویی برای بچه ها خیلی خوبه. بعد از اون طرف کانال یوتیوب هم که ساختم، شما هم خیلی دارین به هم میگین که صدام برای خوانندگی خوبه، برای صدا پیشگی خوبه، صدای آرامش بخش و دلنشین دارم و اینا. و داستان میدونین چیه؟ من تا 3-4 سال پیش نسبت به صدام اصلا حس خوبی نداشتم و به نظرم صدام برای یه دختر صدای جالب و جذابی نبود. ولی مثلا همون موقع هم که من این حسو داشتم، دوستان می اومدن بگن که صدات خوبه برو تست بده، منتها همشون تو فاز مثلا صدا پیشگی حوزه کودک بودن. به خاطر همین من میگفتم که خب اگرم اینا میان میگن صدات خوبه برو تست بده، اون صدایی از منو قابل صدا پیشگی میدونن که صدای بچه است، بچگونه حرف میزنم، وگرنه همین صدایی که نرمال دارم باش صحبت میکنم اصلا چیزای جالب و جذابی نیست، به درد صدا پیشگی هم نمیخوره و من صدامو دوست ندارم. بعد باستی ببینم دیگه چی باید بزنم. سایه بزنم. چین گفتم سایه بزنم. الان انتظار داری یه پلت سایه خیلی گنده در بیارم، اینو در آوردم که یکیش هایلایتره، یکیش کانتوره، یکیش هم روژگونه است و طبق قرار همیشگی که اینا با هم دارن، موقعی که من دارم ویدیو میگیرم اینا باز نمیشن. باز شد دیگه، تو رو خدا چرا باز نمیشی؟ مسخره. باز شد. چی؟ مرسی. گفتم دوستم برنامهش قطعی نیست و احتمال داره کنسل بشه، کنسل کرد. بعد از مدت ها نشسته بودم آرایش کنم و چی کار کنم؟ من اگه بخوام برم بیرون میرم پیاده روی و با آرایش من هیچ وقت نمیرم پیاده روی. کی آرایش میکنه؟ یکی از دوستام آرایش میکرد میومد پیاده روی، موهاشو سشوار میکشید، تافت میزد، بعد لباس شیک خیلی خفن میپوشید، آرایش میکرد. ولش کن. الان آرایش میکنم حسش اومده، همینطوری فانو دور هم با هم دیگه آرایش میکنیم، بعدش پاک میکنم میرم پیاده روی. با آرایش من پیاده روی نمیرم، خیلی زایه از خداییش. یه رنگ تیره میخوام بزنم اینجا، همین در جریان باشین. یه رنگ تیره، قهوه‌ای تیره زدم اینجا، مثل اینکه زیادم زدم ولی اشکال نداره دوستان، نگران نباشین، با یه براش تمیز بلندش میکنیم. واستا. آره تو آینه نگاه کنم بهتر. آره نسبت به صدام اصلا حس خوبی نداشتم و گفتم که صدای من به عنوان یه دختر صدای زیاد جالبی نیست. ولی الان که مثلا میبینم شماهایی که دارین صدا و تصویر منو دریافت میکنین از گیرنده هاتون و همتون تا الان نظر مثبتی داشتین راجع به صدام، خوشحال میشم دیگه، ذوق میکنم. الان دیگه رضایت دادم که آقا این همه آدم دارن بهت میگن صدات خوبه، تو هم دیگه وا بده دیگه، لابد صدات خوبه دارن میگن. البته الان که دارم باشون صحبت میکنم یه ذره ببخشید مریض احوالم
و صدا میگیره و نیاز دارم که سرفه کنم و آب ولرم بخورم که صدام خیلی هم خشدار نشه. فکر کنم همشو بلند کردم ولی اوکی. شما لقمانوار به این ویدیو نگاه کنین. اگر بد شد بدونین که این کارا رو نباید بکنین. یادتونه به لقمان گفتن ادب از که آموختی از بیادبان، آنچه از دیگران در نظرم ناپسند آمد از آن پرهیز کردم. چیکو هم داره صدا میکنه. الان شما لقمانوار سعی کنین میکاپ یاد بگیرین، من اون جاهایی که اشتباه میکنم شما پرهیز کنین. ولی مثل اینکه خیلی هم بد نشد. خب اینم اوکی. یه بلندکی هم بکنیم. بعد همین دیگه صحبتم در صدام بود که میخواستم بگم شما باعث شدین که من الان نسبت به صدام خیلی هم نظر منفی نیست و یواش یواش دارم میرم به اون سمت که به صدام ببالم. برو. نمیری؟ نگاه تو رو خدا. خب برو دیگه بچه. رفتی؟ رفتی کامل؟ رفت. بله. خب اینم همه رو پاک کردم. یه ذره داره برق میزنه. چرا؟ خط چشمم بلد نیستم بکشم. ولش کن، خط چشم نمیکشیم دوستان. الان خط چشم از مد افتاده. رژگونه بزنم. رژگونم از این بر میره پایین، از اون بر میاد. رژگونه بزنم بهت. وای. خب رژگونه بزنیم. این زیاد زدم. این برم یه جوری شد، اشکال نداره. خودمونیم دیگه، غریبه که بینمون نیست. خودمونیم و منم قرار نیست با این برم بیرون. سلام. از 3 ساعت آرایش کردم و اینا، میکاپم تموم شد و کلی حرف زدم. بعد اومدم سیو کنم، دیدم که گوشیم فول شده و سیو نشد. بعد گفتم که بیاین لوک نهایی میکاپمو ببینین میپسندین یا نه. از 1 تا 10 چند میدین به میکاپم. بعد اینکه برم میکاپ آرتیست بشم یا نه، چون به نظرم خیلی چیزا میتونین یاد بگیرین. 1 اینکه حالا فکر کنم اون قسمتش رکورد نشد ولی من هایلایتر رو با این زدم. شما هیچ وقت با براش این شکلی هایلایتر نزنید چون که قشنگ همش پخش میشه رو گونه‌تون. خب ولی اگر این کار کردین اشکالی نداره، همینو پاک کنین با کف دست با حوله چیزی بلند کنین. خب دیگه معلوم نمیشه خرابکاری کردین. بعد نکته بعدی این که اگر با این براش مقدار زیادی سایه اینجا زدین بعد ندونستین چیکار کنین، هول نشین. اینو بزنین سر جاش. یکی دیگه بردارین که موهاش اینجوری شلوول باشه. نمیدونم میکاپ آرتیستای اصطلاحی میگن برای براشای این مدلی که موهاشون شلووله، نمیدونم که میریزه. ایوا همش میریزه. یه دونه اینجوری بردارین بلند کنین، مشکل حل میشه به شرط اینکه این تمیز باشه. و نکته آخر این که رژ قرمز رو هیچ وقت بدون مداد نزنید وگرنه مثل من میشید. دیگه چی یاد گرفتین؟ همین دیگه، من کار دیگه ای نکردم. کلی حرف زدم، خودش ضد حال خوردم که سیو نشد ولی اشکالی نداره. من میدونم شما دوستای خوب منین و این مشکل فنی رو به بزرگواری خودتون میبخشین. من برم صورتم پاک کنم برم پیاده روی. قابل توجه اون دوستم که آرایش میکرد میومد پیاده روی، من الان میخوام آرایشمو پاک کنم برم پیاده روی. من میگم این پارک رو خیلی دوست دارم. کافه
شادمهر گذاشته، کلا داره آهنگای نوستالژیک میذاره. نمیدونم صداش میاد یا نه. البته اگرم بیاد یوتیوب عزیز گیر میده، کپی رایت میزنه. ولی شادمهر گذاشته. پیشی تو چرا دوم نداری؟ اومدی پیش من، میگم تو چرا دوم نداری؟ پیشی اومدی پیش من نشستی؟ سردته؟ ببین خودتو زیاد به من نمال، من خوشم نمیاد خودتو من مالی. کی رفتی همون؟ آخرین بار کی رفتی همون؟ تو اومدی خودتو بچسبونی به من که گرمت شه مثلا؟ من که تو یخ دارم بچه. آقای ابی داره میخونه، ابراهیم حامدی. آره برو اون ور ببین چه خبره. پیشی بکنم بوی غذا میاد. چیکو اینجوری خر میشه بعضی وقتا. چیکو رو میشناسی؟ ببریم خونه ما چیکو رو بخور. چطوری پیشی؟ چشمت چه برقی میزنه؟ میشه لیست نزنی منو یه وقت؟ چون لیست میز نزنی ها. آی تو من خوشم نمیاد این خوشو داره مالا به من. یعنی باید برم بارنو بشورم. نمیم چرا حس خوبی ندارم نسبت به حیوانات خیابانی، نسبت به نظافتشون. کوشی پیشی خوبی؟ میگم ببریم خونه ما، هم خودتو بشور خب هم چیکو رو بخور. یه چیکو دارم، یه چیکو رو بخور باشه؟ آره ولی در جریانش الان از من به تو هیچی نمیرسه، هیچ غذایی ندارم بهت بدم. بچه اینجوری خوابید، گوشش ولی هنوز روشنه، خودش خاموش شده گوشش روشنه. پیشی من میخوام برم اون یکی اون ور، اون یکی اون چقدر گنده است. گارفیلد سگم، اون سگه بکنم گربه. پیشی به اون هاپوه بگم بهت بخورتت. چوچو بی اینجا اینج هاپوی کامیور سیدانی چمن. آقا چرا میخندی؟ بچه نمیفهمه نفهمیده. بارونی پوشیده. پیشی میبینی؟ هاپو بارونی پوشیده بود. دم میرم دیگه. میشه از رو بارونیم بلنشی؟ میخوام برم. این دستت روی بارونیمه، ببخشید میخوام برم. ببین برم، میخوام برم. خدافظ. تو هم میری؟